البته با یه ویدیو خوب اومدید. امروز همه با هم مینکرافت رو بریم. حتما تا آخر ویدیو با هم همراه باشید. این بازی اسمش های کریسمس، یعنی حتما دانلودش کنید. خیلی بریم ببینیم سراغ بازی. خب بچه من اینو نمیرم، یعنی میرم راستش اینی که الان دوست دارم کایتاوه. بریم این کریت رو میزنم، یعنی اون بخش جون دارش رو اصلا نزنم. خب بچه الان اینجا رو که میبینید من در راه مخفیم. راه مخفیه ها، خیلی راهش مخفیانه است. نگاه کنید صدا. خب از نردبونا بریم بالا و از راه مخفی بریم بیرون. من این راه مخفی واسه اینکه خیلی سخت بشه اومدنش اینجوری کردم. حالا من اون بخش پرواز رو میزنم که مثلا بتونم خودم سریع برم. نگاه کنید خیلی بازی خوبیه، خیلی براتون لذت داره وقتی که دانلودش میکنید. من هیچی به فکر نمیرسه، ولی الان میرم برای کلی چیز ساختم. حالا اون وقت هم نه در حد کجا رفت؟ برعکس نمیدیم. خب از اینجا به بعدش که دیگه آب نیم، من بخش پرواز نمیدیم. خب اینجا رو نگاه کنید. حالا اونجا اون بخش پرواز رو میزنم. نگاه کنید نگاه کنید اینجا مثلا اینجا جای بخش ارزشمندانه. خب بچه حالا بریم از راه مخفی بعد بریم بیرون. خیلی مراحل داره. خب بذارید ببینم نردبون کجاست. نردبون همین دور و برا برگشت. حالا اشکال نداره چون نردبون رو پیدا نمیکنیم. همینجاست با نردبونه از نردبون میریم بالا. خب در اینجا رو باز کنیم. داریم الان از راه مخفی میریم بیرون. یعنی خب نگاه کنید اینجا رو چراغ گذاشتم واسه اینکه روشنیایی بشه. خب اینجا رو باز میکنم الان. خب بریم با اینجا رو ببندم کسی نره. خب بریم اینجا بخش آبشه گذاشتم که آبا هایی نیادیم اذیت کنه وقتی دارم در اونجا رو نمیکنم. اینجا من همیشه یه ذره بدبختی دارم. حالا اشکال نداره اینجا رو چون الان خب الان دقیقا داریم از راه مخفی میریم بیرون. نگاه کنید در اینجا رو باز میکنیم. اینجا بیرونه. اینجا هم واسه چند تا شیشه دادم نوشتم My Home 5 Happy. چند تا قایق دارم ببخشید این قایق رو حذف میکنم آن زدن روش. اینجا میزنم خب سوارش میشم. این قایق به عنوان ماشین منه چون اینجا توی این مینیکرافت اصلا ماشینی پیدا نکرد، ولی حالا اگه یه وقت شما میتونستین ماشین پیدا کنید تو بازیش حتما بهم بگید. خب بریم الان کجا بچه؟ اینجا یه استخر بزرگی که الان خودم اینجا نمیدونم بابا اون. خب بریم اینجا نوشتم چی بچه ها؟ یه لحظه صبر کنید من پیاده شم. البته الان میتونید با بخش پروازم بریم. نگاه کنید اینجا نوشتم شماره استخره. مثلا اونی که زدم اینی که زدم مثلا شماره استخره. این نگاه کنید این مثلا شماره استخره. کی را نه هیرا یه دقیقه صبر کن من دارم واسه خب ببینید ببخشید که اینجا داشتم کوچیکه نمیفهم. اینجا استخر گنده است مثلا
نگاه کنید مثلا اینجا سونا و این چیزایی، سونا به لباس، چه لباس عوض کردن و سونا. خب از اینجا به بعدش دیگه قایق سوار نمیشی. من نمیخوام، میخوام از اینجا بریم بالا، بریم تو باغ. ای بابا خب بریم نگاش کنید اینجا، بریم چقدر راه گذاشتم برای اینجا. در هرداشو باز میشه ولی من میراد ساکت، در هرداشو باز میشه ولی من گفتم بذار اینجوری بشه. نگاه کنید براش پله زدم. بودی اینجا باید بپرم چون نمیدونم چشمین هر کاری کردم اصلا نشد. خب برید بالا. اینجا نردبون براش گذاشتم، بخش نردبون. واو نگاه کنید 1 ساعت بعد نردبون رو برید بالا. خب حالا اینجا نگاه چه بوی داره. اونجا پولو که میبینید اسمش حالا الان میدیم با هم میبینیم. این همین باغ شی ساختمش، شیشه بنفشی. نگاه کنید این یونیکورنو. اینجا کیک میذارم، همیشه کیک میذارم، همیشه کیک میذارم. اینه گزینه. وای ببخشید اینجا اد داره، یکم اد. بعد بریم تبلیغ. ببخشید باید هی برم این تبلیغ 20 ها ول نمیکنه، همیشه این تبلیغ میاد کنن یه جوری هی میگم نه یه جوری تبلیغ میاد اصلا من خسته میکنم از تبلیغ. خب اینو میزنیم، نگاه کنین داره میره رو تخت. نگاه اینجا تخت بچه مثلا گذاشتم داره تو دستو اینا. نگاه این کیکه رو میشه خورد، من خوردم اینجور دیگه. خب نگاش کنین اینجا چه چیزایی هست. بریم بیرون. برو قرآن. خب بچه الان میخوایم بریم پل طبیعت. اینجا صندلی گذاشتم، حالا نمیدونم از کدوم طرف برم، باید گزینه پرواز رو بزنم. خب اینجا اسمش پل طبیعته. من چون پل طبیعت رو خیلی دوست دارم اسمش رو گذاشتم پل طبیعت. خب الان کدوم بر بریم به نظرتون؟ اینجا الان گزینه پرواز رو نمیزنم. خب بچه اینجا هم یه خونه دارم، خونه دوستم اومده بود اینجا میساخت. اینجا خونه دوستمه. خب خیلی نزدیک میدونم شهره، از اینجا به بعدش دیگه تمام میشه. خب نگاه کنید چقدر نردبون براش زدم. خب میریم این بالا. نگاه کنید اینجا چقدر قشنگه. اونجا انگار مه اونجا، اینجا هم شکل مه میشه. نگاه کنید زمینو حال کنید. شبا که میشه این پل واقعا قشنگ میشه. از همه تو زدم پل طبیعت. حالا بریم تا با هم بریم یه بخش دیگه شو بهتون نشون بدم. خب بخش بوغمو که بهتون نشون دادم. نگاه کنید اونجا آتیش گذاشتم، کلش فکر کنم یه ابرو شده. اونجایی که میبینید یه پرچم گنگ است، پرچم این شهر مثلا اینه. خب حالا اینجا میریم، اینجا مثلا قصره، مثلا قصره توش چیزی نیست، فقط 2 صندلیه. نگاه کنید. بذارید با قایق بهتون توضیح بدم. با قایق بهتون توضیح بدم. ببینید اینجا که همون راه مخفی بود، یعنی راه مخفی. خب بچه ها ببینید این خونه‌ای که دارید ببینید آجوریه. خب این خونه منه، مثلا خونه منه، بخش خونه من ساختمش. بچه یه دقیقه بیایید تو این نگاه کنید چه چیزایی داره. میری تو قسمت حیواناش کلی چیزی داره. اینا هم اینا رو اصلا هیچ جا نمیشه استفاده کنم، ولی اینا خیلی باحاله. خب اینجا هم چیزاشه. اینجا بچه ها بخش این ماشینا و چیزاش، ماشین لباسشویی و این چیزاش خیلی بازی خوبیه. من که خیلی دوست دارم بازیشو، حتما بهتون پیشنهاد میکنم دانلود کنید. خب اینجا اسم پل آب و آتشه. این پل آب و آتشه. خب بریم اینجا من پارک کنم. نگاه کنید چقدر حیوان خونگی. جان من حیوان خونگی هم آوردم بیرون، برم یه حیوان خونگی دیگه بذارم. وای بابا این قایق روندنش هم واقعا سخته.
خاک بر این قایق پیاده میشیم. بریم این بالا برش پیدا باشم نگاه کنید چه خبره. میخوام بیان بیرون برم. آخه زدمش. ببینید مثلا اینجا از این چیزا گذاشتم خونه‌مه. این بالا خونه این تو چراغ نیست. یعنی اینجا رو تو چراغ گذاشتم که مثلا اینا قرار بده. نگاه کنید اینجا رو. این بالا الان میدیم با هم. اینجا رو نگاه کنید. اینجا هم تلویزیون. آره میدونم. اینجا همون چکیه که گفتم خودم. اینجا هم بالکنه. ویدیوش الان اونجوری خوب نیست ولی بریم اون بالا رو ببینید. نه زد الان اونجا زدم سال 1403 این که میبینید الان بچه ها نگاه کنید اینجا زدم سال 1403 نگاه کنید این بالا رو. این بالا مثلا میره غذا جوجه کباب رو درست میکنید. خب بچه خدا حافظ. تا ویدیوی بعدی خدا حافظ.